سلام خیلی رفقای گلبایی در خدمت از کانال 7 گیمز. توی ویدیو قصدم بهتون یاد بدم موجود ترسناک خیالی یا واقعی نمیدونم چیه ایکس آن به فارسی و بریزی جی تی سن آندرستون، در حالی که سی جی میره به یه قسمتی از روستای جی تی سن آندرست. این موجود واقعا خطرناک و وحشتناک و میبینه که در حال حمله است بهش. انقدر این تغییرات با گرافیک و با کیفیت ساخته شده حس میکنید واقعا داره ایت به تو حمله میکنه، در حالی که واقعا داره حمله میکنه به سی جی. خب امیدوارم که این آموزش به کارتون بیاد و کامل مفید واقع بشه. و اینکه اگه خواستید که اطلاعات کامل این بازی رو داشته باشید یا یک گیم پلی یا یک ویدیویی از این بازی ببینید، یک لینکی تو دیسکریپشن گذاشتم، شما رو میفرسته به کانال آپارات ما و اونجا میتونید یک گیم پلی بی‌نظیر از این مود مشاهده کنید. بریم واسه آموزش. خیلی ساده است، تا آخر ویدیو همراه باشید. اصلا آموزش جلو نزنید و تا آخر با دقت گوش کنید. این مود خفن رو بازیتون پیاده کنید و ازش لذت ببرید. و حتما کانالم سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش هم بزنید که به شدت مهمه. اگه شما زنگوله اون بغلش رو نزنید هیچ ویدیویی به دست شما نمیرسه و سابسکرایب کردنتون میشه گفتش اصلا هیچ فرقی به حال شما نمیکنه. پس حتما باید سابسکرایب رو که زدید به زنگوله بغلش هم بذارید روی آل تا کلی ویدیو خفن جدید تو رو که همه رو ببینید و یک گیمر خفن به تمام معنا بشید. بریم واسه یه آموزش. خب ما برای آموزش به چند تا فایل و فولدر نیاز داریم. جی تی سن آندرست اولیش. خب داری این ویدیو رو ببینی طبیعتا جی تی سن آندرست رو داری. اگه فقط به خاطر سرگرمی داری این ویدیو رو میبینی، جی تی سن آندرست همین الان آموزش نصبش تو کامپیوتر همین بالا اومد. میتونی خیلی راحت جی تی سن آندرست رو توی کامپیوترت نصب کنی با این آموزش که همین الان بالا اومد. و ایمیج ادیتور هم واسه نصب به یه سری تغییرات رو بازیه که خیلی حالا بازش نمیکنم. و کلوفور هم واسه یه نصب مود پیش نیاز، نصب هر تغییراتی تو بازیه باید داشته باشید. و ایت هم یک فولدره که این مودی که این تغییراتی که توی این ویدیو میخواید شما تماشا کنید تو این فولدر قرار داره و ایتو میتونید رو بازیتون با این نصب کنید. خب اولی که این 4 تا فایل و فولدر گولتون نزنه بگی واو چقدر زیاد و سخته، اصلا از این خبرا نیست. این هم آبی که میخوری حتی از اون هم سایت‌ها رو هولو به گرون راحت نصبش میکنید. و حتما با تا آخر این ویدیو حتی یک ثانیه جلو نزنید. ربطی به من نداره، من نگران شما که حتی یه قسمت هم شما رو بازیتون پیاده نکنید و به مشکل برخورید. پس حتما تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. بریم واسه این است. اول از همه کلوفور رو باز میکنیم. خب تپ بکنیم تا باز شه. خب این برای من میاد، مطمئن باش واسه تو نمیاد. این داره به تو میگه که دو تا یوزر داری و این یوزری که در حال حاضر سادگو یوزر مهمانه، خیلی بازیش نمیکنه. خیلی دوستان شاید نمیخواد وقتشون گرفته شه توضیح مسائل و من این داستان رو بلدم و فقط روی یس کلیک میکنم. خب اینجا بهمون زبان نصب میگه select setup language. خب بستگی داره که شما چه زبانایی بلد باشید، ولی لازمه که بگم فارسی هم نداره. اگه انگلیسی بلدی البته مهم نیست، من چون آموزش میدم اصلا نیاز نیست شما زبان خاصی بلد باشی، اصلا حتی زبان مادری هم بلد نه زبان مادری لازمه دیگه، من دارم حرف میزنم. زبان مادری تو بلد باشی کفایت میکنه. خب روی اوکی کلیک کن، بذارش روی انگلیسی و روی اوکی کلیک کن. خب اینجا یه سری قوانین این برنامه و یه سری توضیحات راجع به این خدمات بهت میده که اصلا لازم نیست مطالعه کنی یا مشروره، من خودم بهت میگم و فقط کافیه روی نکست کلیک کنی. اینجا ازت آدرس بازی رو میخواد، بهت میگه که خب این بازی جی تی سن آندرست که داری میخوای روش مود بریزی کجاست. خب چجوری تو آدرس پیدا کنیم؟ تو شورتکات بازی جی تی سن آندرست کلیک راست کن. اگه جی تی سن آندرست رو نصب کنی 100% شورتکاتش رو بازیت رو دسکتاپت ایجاد میشه. پس طبیعتا تو همچین چیزی رو داری. اگه نداری حتما یه آموزشی که اون موقع بالای صفحه اومد، آموزش نصب جی تی سن آندرست که لینکش هم تو دیسکریپشن هست و ببین، جی تی سن آندرست واقعی نصب کن. روش کلیک راست میکنی و گزینه دوم که اوپن باشه رو میزنی. بله همونطور که دیدی باز شد. خب حالا میای بالاتر، اینجا اگه کلو نوشته بود یک فولدر توش نوشته بود کلو، اینو اصلا نصب نکن چون تو قبلا کلو رو داری و نیازی به نصب مجددش نیست که اگه نصب کنی کلی بازیت به هم میریزه. پس فهمیدی چی شد؟ رو بازیت کلیک راست میکنی، گزینه دوم رو بالا میزنی، نری گزینه اول بزنی بازی پخش میشه، گزینه دوم میزنی
و اینجا یک سری اطلاعات در اختیار میذاره. خب میای بالا سمت فولدر ها. اگه پوشه دیدی به نام کلو، این این برنامه رو نصب نمی‌کنه. خب اگه نبود، این بالا یک متنی نوشته بهش میگن لینک بار. فقط کافیه روی یک جاش کلیک کنید. ببین روی جاش کلیک میکنید و اینجا کپی میکنید. دقت کنید روی جای خالیش این بالا یه خط هستش مستطیل کشیده است. روی جای خالیش کلیک میکنید و کپی میکنید و هر چین تو بود سلکت و روش این رو پیست میکنی و بعد روی نکست کلیک میکنی. اینجا میگه که من فول این برنامه رو صد نصب کنم، یه قسمت های خاصیشو لازم داری. ما اصلا دست به اینا نمیزنیم و خواهشان دست به هیچیش نزنید و بذاری رو حالت فول اینستالشن قرار بگیره که اگه دست بزنید یه سه چیزا نصب نمیشه و بازیتون ناقص در مود، یعنی تغییرتون ناقص در و روی نکست کلیک میکنیم و همچین صفحه برامون هست میاد میگه که when are you ready to continue with setup click next. میگه که اگه موافقی که بریم واسه ادامه نصب روی گزینه نکست کلیک کن. خب شما روی گزینه نکست کلیک میکنی و اینجا به ما میگه view کلود readme RTF. خب این اصلا نیاز نداری، تیکشو بردار ویو ASI loader readme اینم با تیکشو برمیده و روی اوکی کلیک کنید و همین سادگی کلو رو بازیتون نصب شد. عین آب خوردن و الان میتونن کلو استفاده کنید. حالا سوال پیش دوست پیش بیاد چرا من دوباره کلو نصب کردم؟ داشتم که واسه درک عمیق‌تر شما از این آموزش بود صرفا و اینکه شما هم یه لطفی که به من بکنید کانال سابسکرایب کنید و از من حمایت کنید. حمایت مالی نمیشه گفت چون بعید میدونم من جزء سیستم درآمدزایی یوتیوب بشم چون نیاز به نشون دادن فیس داره و فقط دوست دارم که انرژی بگیرم واسه ویدیو آینده. من علاقه شخصی به این کارم دارم، اصلا به درآمد ایناش هم کاری ندارم و فقط علاقه شخصی دارم دوست آموزش بدم یا بچگی هم دوستش آموزش بدم. پس سابسکرایب کن، انرژی خوبی بهم میدیم واسه آموزش‌های بعدی. ویدیو رو خوشت اومد لایکش کن و حتما تمام این فایل و فولدرایی که اینجا می‌بینی و غیر از GTA San Andreas که آموزش واسه گذاشتم از دیسکریپشن دانلود کن. از جای دیگه دانلود کردی بازیت مشکل دار شد به من ربطی نداره. فایل سالمش رو من تو دیسکریپشن گذاشتم، فقط دیسکریپشن دانلودش کن. خب کلو واسه ما نصب شد. کلو رو بازش می‌کنی. دیدی دقت کردی اصلا کجا وارد شدن؟ رو بازیم کلیک راست کردم، گزینه دوم رو زدم و اومدم بالا و کلو میزنم و در این قسمت وقتی کلو برای من باز شد و پوشه ایت رو باز میکنم و پوشه ایت هم میندازم این ور، فشار میدم تو این ور، به این شکل در میاد. اینجا یک clone.cs وجود داره، اصلا به اینا دست نزنید و فقط clone.cs ببینید دقت کنید clone.cs. حالا شاید بگی مال من اصلا پسوند نشون نمیده، کجا بفهمم مثلا مال من آخرشون .cs و این داستان هست من نمیذاره، چجوری بفهمم cs یا مثلا dff تکست اینا شاید کجا بفهمم؟ این آب خوردن. میای اینجا کلیک میکنی روی هوم، دقت کردی پروپرتیز رو میزنی همچی صفحه واسط بالا میاد. حالا این البته روش قدیمیه، رو ویو بزنی، رو ویو ببینید، رو ویو همین بالای صفحه تو یه سری تبا میاد، رو ویو بزنید و اینجا آپشن براتون قرار داره، آپشن رو باز کنید و در این قسمت باید شما تب ویو رو باز کنید مجددا این بالا و اینجا یه سری تب واسهتون به نمایش در میاد، اصلا پیچیده نیست. اینجا این گزینه رو پیدا کنید، هاید. این گزینه دقیقا من نمیخونه تایم ویدیو نره بالا، اینو خاموشش کنید، تیکش یعنی وردارید و روی اوکی کلیک کنید. تماشا میکنیم که الان تمام پسفندهای ما به نمایش در اومد. .txt.dff.cs رو کپی میکنیم و در این قسمت به آسونی آب خوردن پیستش میکنیم و روی ریپلیس چون مال من قبلا نصب کردم و مجدد به خاطر شما عزیزان نصب میکنم کلیک میکنم. به همین آسونی حدودا 1/2 راه پیش رفتیم، یه گزینه دیگه مونده که این آب خوردنه. تمام اینا رو میبندید و وارد پوشه ایمیج ادیتور میشیم و اینجا ایمیج ادیتور.exe رو باز میکنیم، حتما دیسکریپشن دانلود شه و اینجا روی فولدری که تو برنامه میبینید کلیک میکنید و در این قسمت آدرس GTA San Andreas رو مجدد بهش میدیم. کلیک راست بکنید GTA مون گزینه دوم و این بالای قسمت خالیش کلیک میکنیم، کپی و در این قسمت دوباره روی قسمت خالیش کلیک میکنیم و پیست و روی اوپن کلیک میکنیم
اگه براتون به نمایش نیامد اوپن رو زدید، این گزینه فلش به سمت راست هستش، کلیک کنید. خب من استرس دارم ذره بعد آموزش میدم، شرمندم. روی مدلز کلیک کنید، بعد روی GTA3.img کلیک کنید. به همین سادگی این برای من به نمایش در اومد و بعد روی یه فلشی که به سمت این پایین اشاره شده کلیک کنید و بعد پوشه ایت رو پیدا کنید. من اختیار دسکتاپ دسکتاپ باز میکنم، پوشه ایت رو پیدا میکنم. حالا این دوتا فایل رو فقط میریزید .dff و تکست. ببین فقط این دوتا cs رو نریزی ها. و بعد روی اوپن کلیک میکنم و بعد گزینه سیو رو میزنم. ایزی تمام. به همین سادگی این مود برای ما نصب شد و شما میتونید ازش استفاده کنید. حالا سوالی که برای همه پیش میاد، خب حالا این کجاست و این داستانا، بریم تو بازی بهتون نشون میدم. ولی اونجایی که تایم خاصی پدیدار میشه من دیگه ویدیو رو لفتش نمیدم، فقط آدرسی که توش قرار داره بهتون نشون میدم. فقط کافیه 3 دقیقه اونجا بمونید تا یکی بهتون زنگ بزنه و اون موضوع سر کلش پیدا شه. بریم.